به نام خداوند بخشنده مهربان. درود و سلام بر پیغمبر آخر زمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، امروز با شما در اطراف یک نکته مهم صحبت دارم و آن هم در اطراف رمضان نیکوکاران و صالحان و رمضان مصلحین و اصلاحگران، یعنی رمضان نیکوکاران و رمضان اصلاح کنندگان. بین این دو چی فرق است؟ رمضان نیکوکاران این روزه، تلاوت قرآن، خیر و سخاوت و دادن صدقه فطر و مشغول شدن به عبادت الله سبحانه و تعالی می باشد و این عمل خوب و بسیار زیباست. اما رمضان اصلاحگران روزه است، نماز است، نماز شب، تراویح و تهجد است، افطار دادن است، خبر گرفتن محتاجمندان و نیازمندان است، تعلیم و تربیه مردم است، دعوت به سوی خداست، دعوت به سوی دین اسلام است که سبب خوشبختی ما و شما در دنیا و آخرت می باشد. علاوه بر این دعوت و تعلیم نمودن دین الهی، باز آنها در این ماه کمک می کنند به خانه و نزد نیازمندان و محتاجان، بیماران و غیر ذالک می روند، از حال احوال آنها با خبر می شوند، آنها را دلبرداری می نمایند، به خویشاوندان نیکی و کمک می نمایند و از حال بیچارگان با خبر می شوند و آنها را دستگیری می کنند. همچنانه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم، پیغمبر بزرگوار ما و شما، در ماه شریف رمضان روزه گرفتند و خیر سخاوت را به اوج اعلا رسانیدند، مردم را دین خدا را آموزانیدند، در راه خدا جهاد کردند. فتح مکه، بزرگترین فتح در ماه رمضان، به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نصیب گشت. علاوه بر این از حال بیچارگان با خبر می شدند و آنها را خبر می گرفتند، به خویشاوندانشان نیکی می کردند و مردم را دین خدا را تعلیم می دادند و علاوه بر این نماز تهجد و تراویح را در بهترین شکل می گذاریدند. یعنی ببینید این پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را که این همه اعمال بزرگ را انجام می دادند. برای همین هم یک رمضان از رمضان اصلاحگران بهتر است از یک دنیا رمضانی نیکانی که فقط به خود و اعمال خود مشغول می باشند، زیرا که رمضان اصلاح کنندگان تأثیرش به دیگران می رسد. روزه می گیرند و مردم را به روزگیری امر می کنند، نیکی می کنند، مردم را به نیکوکاری امر می کنند، آبادی می کنند و خدمت می کنند و مردم را با خود در این راه می برند. پس ببینید چگونه فرق زیاد است. برای همین هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان می فرمایند: این من الناس مفاتیح للخیر و مغالق للشر و لهم بها اجر. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث صحیح فرمودند بعضی از مردم کلید نیکویی ها هست که همه نیکویی ها را سبب می شود و تشکیل می کند و بدی ها را باز می دارد و از بین می برد. و بعضی از مردم کلیدی بدی ها می باشند، بدی ها و فساد را ایجاد می کنند و مردم را به سوی کارهای زشت و بد و فساد و فحش را دعوت می نمایند و کارهای نیک را از بین می برند متاسفانه. و آنها به سبب این گناه بزرگشان گناهگاری بسیار هم بزرگ می گردند. پس خوشا به حال کسی که خداوند او را کلیدی نیکویی ها گردانید و وای بر حال کسی که خداوند او را کلیدی بدی ها گردانید و تشکیل کننده بدی و گناه گشت. خداوند بزرگ ما و شما را از جمله آن روزداران اصلاحگر، تشکیل کننده کارهای نیک و دعوت کننده مردم به کارهای نیک باشند، خداوند ما و شما را از آن جمله بگرداند و خداوند بزرگ هرگیز ما و شما را از جمله بدان و کسانی که کلیدی بدی ها و فساد و زشتی ها گشتند ما و شما را نگرداند. خداوند بزرگ ما و شما و ذریات ما و شما را تا روز قیامت در این صف قرار بدهد
و از صفی زشت و مقابل ما و شما را در امانش نگه بدارد. الها به بهترین اعمال ما و شما را به عیدها و این عیدی در پیش ایستاده با سربلندی ها برساند و در پناه و امان الهی باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.